بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه میزان از طریق خطوط آهن 347563 متریک تن انتقالات صورت گرفته است. از آغاز الی ختم ماه میزان سال 1403 هجری شمسی از طریق خطوط آهن وزارت فوایدامه امارت اسلامی افغانستان 347563 متریک تن انتقالات صورت گرفته است که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و دیگر مواد می باشد. در این میان از طریق بندر حیرتان 245480 تن، بندر آقینه 49121 تن، بندر ترغندی 52181 تن و خواف هرات 780 تن که مجموعاً 347563 متریک تن مواد وارد و صادر شده است. در ماه میزان 7123 تن اموال تجارتی ترانزیت و صادر شده است که مقدار زیاد آن میوه خشک و سنگ‌های معدنی می باشد. همچنان در 6 ماه گذشته سال 1403 هجری شمسی بیش از 1,961,000 متریک تن از طریق خطوط آهن افغانستان انتقالات صورت گرفته است. وزارت فوایدامه امارت اسلامی افغانستان تلاش می نماید تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت‌های ترانسپورتی را برای هموطنان عزیز ما و تجار ملی فراهم نماید.